هموطنای عزیز، حالا ما میخوایم برو بخش که زیورات است اونجا، میخوایم اونجا برم ببینم که کدام زیورات ها به انواع مختلف با طراحی مختلف کنجا است، به معرفی بگیرم دیگه. خواهر نازنین ما اینجاست. سلام علیکم، خوب هستین؟ صحت خوب است؟ شکر، شما خوب هستین؟ شکر، شما خوب هستین؟ نام زیبایتان؟ نامم نرگس ظاهری است، یک تن از فروشنده بخش زیورات. بسیار عالی. نرگس جان قند، نرگس جان دختر خانم فعال که اینجا فعالیت میکنن. همین زیورات های مقبول که شما فروش میرسونید. خیلی چی خوب است که این نام خدا یک چیزی که من متوجه شدم یک در دست خود شما است که بسیار خدا مقبول می باشه. یک چیز بسیار ظریف و مقبول با می لباس بسیار یک نمود خاص دیگه میده. نرگس جان عزیز، چی خوب است که خودت دیگه از اینجا برای ما به معرفی بگیری از اول همین گردوبندهای مقبول را. بله، ما اینجا در بخش زیورات انواع کلاها داریم، سیدهای مکمل که با ماتیکه گوشواره می باشه، پایزی، انگشتر، همچنان دستبند که اینجا یک سید داریم. سید گردنبند است دیگه؟ بله، این سیت ما که 3 منزله می باشه همراه گوشواره و همچنان یا ماتیکش است که یک سیت مکمل می باشه که این سیتاره دختر خانم ها نظر به مو لباسشان انتخاب میکنن. بله، و قیمت از اینا چند است؟ قیمتشان 30,000 افغانی. باز لباس را که انتخاب میکنن این جداگانه میفروشین یا کدام لباس یک جا؟ نه خیر، امرو با لباس فروخته میشه. اگه جدا بخرن قیمتش 3000. بله، که هم گوشواره دارن، سید مکمل که هم بسیار سنگین است دیگه. بله. باز از همی گردوبند هم که است دیزاین های مختلف داریم. بله، دیزاین های مختلف است، هم دیزاین های مختلف داره و رنگ های مختلف هم. باز این گردوبند های مقبول زیور خودتان از کجا میاره؟ این سیت ها و این کلاها و دستبندهایی که اینجا میبینید همش در داخل شرکت ما ساخته میشه، تولید خود از این شرکت است. بسیار عالی. واقعا بسیار گردوبند های مقبول. کسایی که دی بخش فعالیت میکنن بسیار آدمای با استعداد هستند دیگه که همچین چیزای مقبول زیبایی را میسازند دیگه. چی خوب است خودت نرگس جان قند یک چند نمونه از امو گردوبندهای مقبول اول بر ما به معرفی بگیری. زیادتر هم اینجا گردنبند می باشه دیگه. دیگه چی خوب است که این سیت مقبول که اینجا هست دیگه به معرفی بگیری بر ما. و یک چیز دوستای عزیز که ما متوجه شدم سیتایی که اینجا هست تمامشون دیزایناشون از یک دیگه کده مختلف است، قسمت رنگ، دیزاین و تمام چیزاش. چی خوب است که در مورد از این سیتم گردنبند بر ما بگی. این سیتم 2 منزله می باشه با رنگ سبز که این ماتیکه داره، همراه گوشواره سیت مکمل می باشه. و قیمت از این چند است؟ قیمت از این 4,000 افغانی. 4,000 افغانی. واقعا بسیار مقبول است و این فکر میکنم دمی بله، در این قسمتش یا و یکم تا بدون سیت در این قسمت میپوشنم، چون یک چیز بسیار ظریف و مقبول میباشه دیگه. میریم سیت بعدی که ما به معرفی میگیریم. این سیت است. بله، میشه که در مورد از این سیت برای ما بگویی؟ این هم سیت که کدامش برنگ ها و دیزاین های مختلف می باشه. این هم سیت 4 منزله میگنش که ماتیکه گوشواره داره با خود. این هم سیت مکمل می باشه که قیمت از این هم 2500 می باشه. و چطور است علاقمندی دختر خانم ها کسایی که اینجا میاین لباس های گند افغانی خرید میکنن از این ستای مقبول هم خریداری میکنن؟ بله، دختر خانم ها بیشتر امی سیتار نظر به لباس هایشون انتخاب میکنن. لباسی که پرکار باشه سیت کم کار استفاده میکنه و لباسی که کم کار باشه سیت پرکار استفاده میکنه. و بیشتر دختر خانم ها چیزایی استفاده میکنن که ظریف باشه. بله، بسیار عالی. و ستایی که دوستای عزیز شما میبینید اینجا در تصویر تمامشون بسیار مقبول میباشه دیگه. چی خوب است که این ست را این دفعه به ما معرفی بگیرید، در مورد قیمتش بر ما بگویی و ای که خود اگه معلومات داشته باشی، چون خود در بخش فروش هستی دیگه، اینجا فروشنده هستی. چقدر وقت در بر میگیرن که اینا آماده شوند؟ اینا مدت 5 روز 31 هفته در بر میگیره تا این آماده شه. و این هم 3 تا 4 منزله می باشه که در هم باز هم امی گوشواره ماتیکه کار شده و همچنان در اینجاش پاولیگک پوپک کار شده و این هم 3 تا مکمل می باشه. قیمت از این؟ قیمت از این 2500 افغانی. 2500 افغانی. واقعا یک چیزی بسیار مقبول به رنگ‌های مختلف. دی کاشت دوستای عزیز قسمت که شما در تصویر بیننده هستین دیگه، اینجا پیشتر ما چند ست گردنبند که پرکار بوده بر شما وطنای عزیز دختر خانمای خوش سلیقه به معرفی گرفتیم. حالا دیگه چیزی که ما متوجه شدم انگشترای بسیار مقبول است اینجا که دستبند است، پایزه و همچنان کولا، سیتای کمکار است که ما به ترتیب تمامش به معرفی میگیریم. اول چی خوب است نرگس جان قند مورد امی انگشترا
قیمتش بگویی، دیزاینش بر ما بگویی. خب قیمت از این انگشترایی که شما میبینین در اینجا در تصویر، قیمت از اینا 50 افغانی می باشه و همچنان یا ساخت خود از اینجا می باشه. هر دوش قیمتش 50 افغانی است. بله. و این دستبند مقبول که است قیمت از این چند است؟ قیمت از این 180 افغانی. باز اگر کسی تو مثلا سفارش بتن یک نمونه خاص دیگر باز برشون آماده میکنین؟ بله. بسیار مقبول. و همچنان این که است سایز بسیار یک چیز ظریف است که لباسای گند افغانی بسیار مقبول معلوم میشه. دیگه قیمت از این هم گفتین 180 افغانی. قیمت از این هر دو هست 50 افغانی و قیمت از این دستبند مقبول هم است 180 افغانی. و من پایزه بسیار مقبول که تو صدا هم میتنی نم خدا بسیار مورگک های خوب مقبول درش کار شده. قیمت از این چند می باشه؟ قیمت از این 200 افغانی می باشه. 200 افغانی. و انواع و طراحهای مختلف هم از این دارین اینجا؟ نخی تو هنوز خواه یک دیزاینش هست. انشالله تصمیم داریم که دیزاین مختلف شه بیاریم. بسیار عالی. واقعا بسیار مقبول است. یک چیز است بسیار ظریف اما تو خاص نگفتن همونه که اینی هم چوری میگیم برشون. چوری کره بسیار مقبول است. قیمت از این چند است؟ قیمت از این 300 افغانی می باشه که هم در گند افغانی استفاده میشه. بازی به دست هر کس میونه به ما سایز اندازهای مختلف است. نه سایز ها و اندازهای مختلف داره از خود. بسیار مقبول. قسم که شما هم دو سایز میبینین و چندین رنگ کار شده و قیمتشون بسیار مناسب میباشه. و نگفتن همونه دوستای عزیز که این هم دستبند میگیم دیگه. دستبند است که تکمیل هم کار شده. بله. یعنی میبینین شما که چندین دانه انگشتر داره دیگه. 1 2 3 4 5 دانه 5 دانه انگشتر که خود داره و همچنان این قسمتش که ده این قسمت دسمه بسیار مقبول است. دستبندش هم قیمت از این چند است؟ قیمت از این 250 افغانی. 250 افغانی. اینا هم دیگه سایزهای مختلف داره. بله اینا هم سایزهای مختلف داره. بسیار عالی. واقعا بسیار مقبول است. و همچون بیشتر هم یادآور شدیم بعضی امیگندای افغانی که از چادر دارن و بعضیاش هم زیادتر کولا دارن که زیادتر دختر خانم‌ها خوش دارن که من کولا به سر خود بکنم. اینا هم کلاهای مقبول. قیمت از اینا چند است؟ قیمت از اینا 1000 افغانی می باشه که کلاه هم ساخت از اینجا است که تمامش از نیکینک کار شده، کار دست است، در داخل خود شرکت ساخته میشه. بسیار عالی. و همچنین کلاه دیگه که قیمتش چند است؟ قیمت از 150 افغانی می باشه که این هم کار دست از خود دختر خانم‌ها ایراماده ساختن. بسیار عالی. بسیار عالی. واقعا کلاه هر دوش بسیار مقبول است. بسیار تو سنگین آمده است که بسیار به نظر من که به یک مدت طولانی اینا آماده شدن. چند روز آماده شدن از اینا در بر اینا مجموعاً که تمام شه بر ما آماده کردن یک هفته در بر یک هفته وقت را در بر میگیرن. بیشتر ما دوستای عزیز معرفی کردیم سیتایی که همون تو پرکار هستن که لباسای ظریف پوشیده میشد، اما این بار میخوایم سیتایی رو معرفی کنیم گردوبندای بسیار مقبوله که خود گوشواره این تمام چیزا رو میخوایم معرفی کنیم. قیمت از اینا چند است و همچنین بسیار یک چیز ظریف هم است. قیمت از اینا 500 افغانی می باشه که یک چیز ظریف می باشه. بیشتر دختر خانم‌ها از استفاده میکنن که هم سیت مکمل از گوشواره است، ماتیک است و همچنین خود سیتش 150 افغانی قیمتش است. از این هم 500 افغانی گفتین. ببخشین دیگه از این هم طراحی‌ها و نمونه‌های مختلف دارین دیگه. بله نمونه‌های مختلف شده. بسیار عالی. واقعا بسیار مقبول است و میشه که سیت بعدی رو هم خودت طرف بیاری و برای ما به معرفی بگیری. این سیت هم که یک سیتای ظریف می باشه که همراه خود امی گوشواره و خود سیتش است یا سیت مکمل. قیمت از این چند است؟ قیمت از این 2000 افغانی. 2000 افغانی. واقعا بسیار یک چیز مقبول است که گوشواره هم کتش داره دیگه. واسمی رنگ از این خود تقریبا میشه گفت و لاجوردی. دیگه رنگاش هم دارین از این؟ بله رنگای مختلف داره. بله بسیار عالی. دوستای عزیز ما خواستیم که بخش برتون به معرفی بگیریم، بخش که زیادتر دختر خانم‌ها دوست دارن، خصوصا انگشتر، دستبند، پایزه، کولا و همچنین ست مکمل گردن بند. نگفتن همونه که دسکاول هم اینجا است که چند نمونه دیگه هم است. ما فقط خواستیم برای مایندگیش همین دسکاول رو به معرفی بگیریم. چی خوب است که میشه در مورد از این دسکاول برای ما بگین. این دسکاول هم انواع مختلف داره که با رنگ ها و دیزاین های مختلف می باشه. این هم کار دست است و دایی بیشتر موره پاولیگه که مو پیسگه که میگه دو کار شده. قیمت از این چند می باشه؟ قیمت از این هم 500 افغانی. 500 افغانی. واقعا بسیار یک چیز چی میگن ساخت دست وطن، صنایع دستی، یک چیزی است که بسیار مقبول می باشه و همچنین دزی رنگ‌های بسیار متفاوت، مورگک‌ها و همچنین تکمه‌های مقبول کار شده. دیگه تشکری میکنم از خودت نرگس جان عزیز. در اخیر اگر کدام حرف و پیام باشه کمری ما در خدمت. تشکری خاص از شما میکنیم که اینجا قدم رنجه کردین و به شرکت ما آمدین و از شرکت ما دیدن کردین و یک تشکری خاص از رئیس شرکت ما
میکنیم که در اینطور شرایط زمینه اینطور یک جای را بر ما مساعد ساخته تا ما بتانیم فعالیت کنیم. بسیار سلامت باشین، شما ان شاء الله موفق سرفراز باشین.